1 کیلو ضایعات مرغ و چربی های داخلشو کوهان یا همون دنبهشو تهیه میکنی، خوب میشوری، میریزی داخل ظرف. به اندازه آب میریزیم که روی ضایعات مرغ رو بگیره. 1 لیوان سرکه سیب بهش اضافه میکنیم. نصف لیوانم نمک میریزیم داخلش. میذاری رو اجاق با حرارت متوسط 2-3 ساعت میمونه. خوب آبش بخار میشه، روغنش به دست میاد. این روغنه به دست اومده رو میگیری. اگه نوک انگشتان دستت، پات، مچ پات احساس خستگی کردی، درد کردی، خوب ماساژ میدی، دردش از بین میبره. پاشنه پات ترک داره، میزنی ترکش از بین میبره. اگه میخوای پاشنه پات تاول نزنه، این روغن میزنی بهش. مالیدن این روغن به بدن باعث آرامش میشه. اگه میخوای پشه مگس دورت نیاد، چون سرکه داخلش